سلام، حالتون چطوره بچه ها؟ امیدوارم روز خوبی سپری کرده باشید. باز برگشتم با یه ویدیو جدید. من احمدم و اینجا کرانچی هست. امروز اومدیم با یه کلیپ جدید و تاریخی و اونم کلیپ مصاحبه های صدا و سیماست. مصاحبه هایی که اگه یادتون باشه تو اینستا پخش شده بود، به خاطر یه سری سوتی هایی که داده بودن پخش نمیشد و می اومد تو اینستا میدیدیم میخندیدیم. اونا رو امروز آوردیم با هم ببینیم و کلی حال کنیم. امیدوارم خوشتون بیاد. اگرم خوشتون نیامد فدای چشماتون. سابسکرایب و لایک یادتون نره. بریم سری کلیپو ببینیم. خب بریم کلیپو شروع کنیم ببینیم که چه خاطراتی قرار برامون زنده شه. هم یه دفعه میبینی آب قطع شد و میگن یا به باغا میدن یا به کجا، من نمیدونم، قطع میشه و حالا ما فوری باید بدویم قابلمه آب گرم کنیم بریزیم سر بابای بچه ها که چیز نشه. وضعیت آب مناسبی ندارید، نه. یعنی آب آشامیدنیتون تو لوله ها خوب نیست، ولی الان همون پول رو باید اضافه همون هم پول رو باید نگیم، بدیم. غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، مال مردم رو نخوریم، حجابمون رو رعایت کنیم، جایی که نباید نشون نامحرم بدیم ندیم دیگه. حجاب کامل، حجاب. حالا خب کجا رو مگه به نشون میدی که اونجا رو نباید نشون نامحرم بدی؟ نشون کی میدی؟ کجا هست اونجا؟ به کی نشون میدی؟ یعنی نشون محارم هر کی هست میدی؟ به نامحرم فقط نمیتونی نشون بدی. خب آخه لا اله الا الله. کامل فقط. خودیاری اصلا نباید میدادن. این یه نفر هول شد رفت داد، بقیه ندارن که بدن. حالا با چیکار کنن؟ شما اینو با ما بگید. باقی هول نشن نده. بله. شوهرتون کجاست؟ در قید حیات هستن؟ شوهرم طلاق داد خالپس. شوهر کجا بود قبل بابا شوهر؟ از زمانی هم که این مترو رو زدن، این پل زیر گذر رو زدن، چند تا دخترای ما رو، زنای ما رو، مردای ما رو لختش. حالا که با این هر دشواری دختره دارید زندگی میکنید. دشواره خیلی هم جای سلطان خوبی. خوبه دیشواره اینجا. یکی یک دشواره نداره دیشواره اینجا، نداره اینجا. خیلی هم خیلی عالی. عماله. یک بشر از اون روز که من آمدم اینجا نشستم تا حالا یه دونه چوب میبرداشتم کاری هم کسی با من نداره. چوبشو برداشت منم اما هیچ کسی هم بشر کاری با ما کاری نداره. خونه های شما تو ته نیست، نگفتن خراب میکنیم خونه هاتون. شما خراب شما میکنی. خراب شهرداری من نفت میکنی. خونه ها رو خراب میکنه. شهردار چیه؟ اصلا اون چیه؟ رو به من نشان بده الان. من نمیدونم. هر کدومش به من نشان بده اول. شما هر کدومش من نشان بده اول. چی جناب عالی؟ جناباله حاج آقا چه بنده صحبت خدا. و مسئولین دارید؟ خب یه مگر نمیگه رئیس شهردار به اومده. من که شهرداری نیستم حاج آقا، و چیه؟ چی؟ من اومدم مشکل شما رو بپرسم. تکمیل شده یا نه؟ 40%. بسم الله 40% الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن اشکال الرحیم. خودشونو جمع کنن بریزن تو یه مشنبه، وقتی میرن بیرون یه جای ببرن بریزن که دیگه آشغال مگه زیاد جای کثیف امن نشه. بزن. این مردم ما مردم خوبی هستن، چیزای خیلی هم دیگه آدم هستن. خوبی هستن و خوبی از خود شما نباشه، ولی اینا رو، این مشکل این مردم محترم رو حل. مشکل حل بکن. چند وقت این حمام مخروبه تو این منطقه است و اوه اوه اوه. چه مشکلاتی برای خود شما که ساکن این منطقه است؟ این همون کلیپ هست که یه مدت پخش شده بود. میگفتن که اون پشتیه، اون دوست عزیزمون که اون پشته، دقت کنید، گفتن سیاوش قمیشی با تیپ زن برگشته ایران. به وجود آورد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم و حضار محترم. ای پرنده مهاجر سفرت سلامت. بردن اینجا آقا از شهرام پاس در شده، چون جنگ حاج آقا الانی که دیدین؟ ما داریم جنگ پشت هستش، قبلا روبرو بوده، جنگ روبرو راحت‌تر هست. آقای قربانی آیا جنگ الان جنگ پشته. قبلا جنگ از روبرو بود. جنگ روبرو آسان تره. آخه خب من معلومه جنگ پشت سخت تره.
دهن آدم باز میکنه. شما میدونید 27 خرداد ماه چه روزی نگه. هستش؟ روز جمعه است. 27 خرداد ماه 20 بهمن. حضور من و شما در راهپیمایی روز قدس نشانه چیه؟ نشانه نفرت و انزجار و از همبستگی و با هم بودن. شوراها درخواستمون اینه وجدان داشته باشن، فقط وجدان داشته باشن، به مردم رسیدگی کنن. مردم که رأی میارن میدن، اینا نمیتونن گاوم بترونن. شبم یه دفعه میبینی آب قطع شد و میگن یا به باغا میدن یا به کجا، من نمیدونم، قطع میشه. و حالا ما فوری باید این قابلمه آب گند کنیم بریزیم سر بابای بچه‌ها که چیز نشه. شغل همسرتون چیه؟ یه کفاش کارگر که هفته یه دفعه میاد خونه. هم میدونن، بخوایم بدونیم. شنبه میره، شب جمعه میاد خونه. خانم به نظرم میذاره پیگیری کن ببین شوهرت کجا میره. کفاشه، شنبه میره، جمعه شب میاد. البته جمعه شبشو که به موقع میاد بماند، کاری نداریم، ولی این شبا رو این وسط کجا میره؟ کف مأموریت میره مثلا این شهرستان دیگه. یه پیگیری کن به نظرم. بله، ما بچه‌هامون وقتی که میخوان برن صبح سر کار، وقتی که در میان بیرون، بالاخره این ور تیر اون ور تیر، پشت دیوار، پشت ماشینایی که پارک شده مال مسافرین هستن، اینا همه در حال ادرار هستن، دارن ادرار میکنن، شباشون کشیدن پایین. لوله کشی گاز، لوله کشی آب و مال مخابرات نخوابیده. آب برامون میاد ولی خب اصلا آب نمیبینیم. ما 3 نصف شب بلند اینقدر پمپ میش بزنی تا آب برات بیاد. خود شما چه درخواستی دارید؟ من درخواست آب دارم. فقط درخواست آب دارم. من درخواست آب دارم. من فقط درخواست آب دارم. من نمیتونم قربانی. آیا شما میدونید این مصاحبه ها خب یه مثلا اینکه بنده خدا میگه که من فقط درخواست آب دارم، یا مثلا نمیدونم نصف شب با بلند شی پمپ آب میک بزنی فلان، ببین ماهیتش خنده‌دار نیست. یعنی بخوای تو عمقش بری واقعا این درد مردمه، این مشکلاتیه که دارن و مسئولینم خدا رو شکر الحمدلله به هیچ جاشون نیست. ولی خب این نوع گفتنشه که باعث خنده میشه، وگرنه ما به این مشکلات مردم نمیخندیم، نمیخوایم کسی رو بابت این مشکلاتی که داره مسخره کنیم. این سبک گفتن و مدل گفتن و این اشتباهات لفظی که پیش میاد خنده داره، میگه نه فکر نکنید داریم مسخره میکنیم. گفتم یه توضیح بدم ناراحت نشید. 27 خرداد ماه چه روزی هستش؟ روز جمعه است. 27 خرداد ماه 20 بهمن. یه نفر هول شد رفت داد، بقیه ندارن که بدن، حالا با چیکار کنن؟ شما اینو با ما بگید. باقی هول نشن نده. بله. خب بگو. نکار خانم روزی چند تا چای میخوری؟ روزی 2 تا 3 تا. با چی میخوری؟ با قند. آب نبات با قند. سن و سال شما نمیدونید که خوردن چای با قند ضرر داره؟ میدونم. خب چرا میخوری؟ هم دلم میخواد. میشه از این بحثمون خواهش بکنم که با خورما بخوری چای رو؟ ما خورما بهتر از قنده یه مشور میدارم. مال دولت چه باید چاپید قاپید. از مزایای این اختراع اینه که اگر کمربند راننده و سرنشین جلو بسته نباشه خودرو به هیچ وجه روشن نمیشه. ببینید بله خودرو و با بسته شدن کمربند راننده و سرنشین جلو خودرو به راحتی روشن میشه و شروع به حرکت میکنه. روشن نشه. سال پیرمردها پیرزنهایی که از جهت توان جنسی از توان جسمی و خدمتون عرض بکنم یک فیلمای سریال هست سریال ترکیه میزنن، خیلی کار بدی هستن. ما مسلمان نیستن، مسلمان هستن، زهنده هستن. اون طلاق میگیره، اون میده، اون جهنده هستن، اون میشه، اون میشه. من بده البته راستم میگه. یه تایمی واقعا اوایل کانال جم تیوی بود دیگه، اومده بود
همینجوری بود، معلوم نبود کی به کی. اصلا فیلم رو تا نصف فیلم دیده بودید، پسره از بچگی اومده بزرگ شده بود، 30 ساله شده بود، میفهمید عموش باباشه. اصلا خیلی عجیب بود. کوچه کتابونی که برم پولش نقدی میخواد، برم از مغازه پولشو موقع بعد چیچ نوشته وزیر امور خارجه کشورمان پس از دیدار با مقامات عمانی به دوحه پایتخت سفر قطر کرد. به پایتخت قطر سفر معتادا نمیگیرن. سفر قطر. حالا شما معتادی؟ معتادا نمیگیرن. زمان کرونا اومده. معتادا نمیگیرن. این همه معتاد هیچ که نگرفته، ما که ندیدیم. اینا رو اول همینا رو گرفتن، واقعا دیدن اینا همه دارن اینا ندارن. شما هر روز اینجایی؟ نه اتفاق اومدم یه سیگار باغ زدم کشیدم میخوام برم. دمت کرد. نوکرتم. بالای. بود بعد یا علی. الان روز مشکلی نیست، شب که میشه برابر میشه. من اینجوری بگم خواهر من اینجوری بگم الان خیلی وضعیت خوبی داریم. اصلا میگم بلنستن ان میاد خدا از اونجا بلیش میکنن آدم نمیشه نگاه کرد تا اونجا الان کمه، خیلی کمه. الان نمیدونم رفتن شهروندهای محترم رفتن مأموریت رفتن مرخصینا بلنستان ببخشین نمیرینن تو آبلیا اینجا. الان تعطیلاته، تعطیلات میرن بقیهش بلنستان میخورم میرینم ماها بوش ماها میخوریم. اونا میخورن میرینم بوش ماها میخوریم. Any kind of difficulty here? Difficulty? No, there's no difficulty. Everything's fine. Here's the best in the world, I think. Best of the best. I mean, you cannot find any other place like this one. No. ای بابا. اینم از این. امیدوارم خوشتون اومده باشه. ما که خیلی خندیدیم و کلی خاطره برام زنده شد. اگه هم خوشتون اومد که خوشتون اومد، اگر خوشتون نیامد فدان جفت جسمان زیبانتان به سبک این دوستان عزیزمون. نمیدونم ولی خدا وکیلی اگه خوشتون اومد لایک کنید، کامنت بذارید. خوشتون هم نیومد فدای چشمان زیبانتان و تا ویدیو بعد. خداحافظ. Okay, let's go.